قسمت سوم. از تو دل این تفکر یوتیلیتاریانیسم میاد بیرون. یوتیلیتی یعنی سود، خالص، درآمد. وقتی همه چی شد پول، بود دوباره چی به دست بیاری؟ بگید پول. دنیا میشه دنیای پول. یک جمله هست تمام این پیغمبر همشون استفاده کردن. حضرت نوح سوره هود آیه 29 میگه یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. حضرت نوح گفت سلام علیکم، مثلا من پیغمبرم، پول نمیخوام، بلکه مبنای کل مراوده ها و معامله ها و تعاملات چی بود؟ پول. حالا ببین امیر مومنان چی گفته؟ حب الدنیا رأس کل خطیئه. بابای همه بدبختی میگه همین حب دنیاست. تفاوت دیدگاه تو اینه. یعنی ببین نگاه کن، این تفکر تهش اینه که علی نباید داشته باشه. بگم تهش اینه که پیغمبر نباید داشته باشه. ازش پیغمبر نباید. این تفکر خطرناکه. گفتم برای این بابا دنبال چیه؟ پولم نمیخواد. به چه نتیجه میرسه؟ یا دروغگوه یا هم که چیه؟ دیوانه. از این دو حالت خارج نیست. اینجاست که ابا عبدالله باز هر کاری میکنی میرسی به حسین. گفت اینا دین لقلقه زبونشونه. بذار پا خون من بیاد وسط، ببینم بذار پا شمشیر وسط بیاد. هر کسی نمیمونه که عباس میخواد بمونه. عباس میخواد. چقدر تضاد جدیه بین تفکر حسین علیه السلام و تفکر اموی. همینایی که اومده تفکر بنیان‌ریزی کرد. حتی وقتی در مورد دین صحبت میکنن، قبل از اینکه گوش کنید دنبال حق کشف و حقیقت باشن، دنبال منفعتن. سوره توبه آیه 24 چی گفت؟ گفت زن، بچه، بابات، پولت، سرمایت، همین این آیه است دیگه. خونه، زندگی، تجارت. اگر اینا رو از خدا و دین و رسولش بیشتر دوست داری، فتربصوا حتی چی؟ بگید یأت الله به چی؟ به امره. منتظر باشه خدا چیشو برسونه؟ امرشو. چقدر جالب. طوفان نوح هم اسمش چیه؟ امره. والله لا یهدی القوم الفاسقین. شما فاسقی، یعنی یه جا گیر کنی بین پول خونت و دینت، بدونی این اتفاق بیفته. برای دین خوبه، برای پول تو بده. یه تعدیلت رو رجوع کن، فاسقی یا نه. این فاسقا بودن سر حسین ابن علی بالا نمیبردن. و چه چیزی را بر تن خرید حسین علیه السلام. گفت میروم با زن و بچه‌ام خانه و زندگیم را میگذارم، با برادرم، پدرم شهید شده است. همون سوره توبه 24 همه اون 8 تا رو گذاشت. گفت باید من تیکه تیکه شم، باید برم زیر سوم اسب، باید دختر 3 سالم سیلی بخوره. اینا باید بشه که تا ابد بفهمید آره میشه این کارام کرد. پس ماجرا این مشکیه رو انقدر خلاصه نکن توی یه ماه محرم و سفری. این داستان داره، این نماده، این علمه. ماجرا این مشکیه رو انقدر خلاصه نکن توی یه ماه محرم و سفری. این داستان داره، این نماده، این علمه. به خودتونم میگن یه کمی کارهای فرهنگی و امام زمانی که داری میکنی، میگن پسرم، دخترم، برو به فکر زندگی باش، درس تو بخون. این همون رقیق شده، همون تفکر. داستان سر این. برعکس عاقل ترین آدما، سود انگار ترین آدما همون کسایی بودن که اون 80 نفری بودن که به نور چیکار کردن؟ ایمان آورد. بخون. هم دنیا براشون موند، هم آخرت. آقا امام صادق چه دلیلی آورد برای اون کافری که دیگه قانع نشد؟ گفت بابا دفع خطر احتمالی شرط عقله. حالا مثلا عرق نخورم چی میشه؟ گفتن گناه داره. حالا علمیش هم اثبات شده اینقدر ضرر برای سلولای خاکستری مغز داره، اینقدر برای دستگاه گوارشت آسیب میرسونه فلان. اونش میگه من نمیخورم به خاطر اینکه به دستگاه نمیدونم گوارشی آسیب میرسونه. نمیخورم چون گفته نخور. گفتم تو محرم چی گفتم جوون مبادا مشروب بخوری. یزید مشروب میخورد، امام حسین مشروب نمیخورد. همین یه دلیل به نظر من بسه. سیستم آپارتاید و نظام طبقاتی در نتیجه تفکر شد. یعنی چی؟ وقتی پول شد، هر کی بیشتر پول به دست بیاره چی میشه؟ با ارزش‌تر. بعد مردم چی میشن؟ نگاه توتالیتر پیدا میکنن، یعنی تمامیت خواهی پیدا میکنن، یا پولو بیشتر برای خودت بردار. چون نفس انسان چیه؟ بالا رونده، زیاده خواهه. بعد چی میشه؟ یه عده سرمایه‌دار کل دنیا رو میگردونن. ببین چی میگه؟ حالا نوح میگه اینا هر چی پولشون داره بیشتر میشه، خسرانشون داره بیشتر میشه. هر چی زاد و ولد اون موقع فرزند داشتن از نشونهای چی بود؟ از یه طبقه اجتماعی بالاتر 20 تا واسه سر بود. بعد در ادامه چی میگه و مکر و مکرن کبار. عجب مکری هم اینا داشته این سران. اینا میشن سران تزویر. اینا مستکبر بودن، در مقابلش چی به وجود میاد؟
بگید مستضعفین. اصلا امام خمینی انقلاب ما رو چی میگه؟ میگه ما طلایه‌دار مستضعفین جهان. ما میخوام مستضعف یعنی کسی که به زور ضعیف نگه داشته شه. گاه این استضعاف فرهنگیه، گاه مالیه. اساساً مسخره کردن در مورد نوح توسط کی پیشنهاد شد؟ طبقه بالای جمعیت. اینا بودن اولین مسخره کردن رو شروع کردن. چقدر آماده‌ای برای مسخره شدن؟ چقدر آماده‌ای برای مسخره شدن؟ پس این که امریکا و دنیای غرب با عربستانی ایرادی نداره، نه از اون جهتی که از ما کمتر نماز میخونن، که اونها نماز میخونن جو میگیرشون بقره هم میخونن. خب نه، مشکل سر اینه که دین و سیاسی تا از این اصولم عقب نریم، کوتاه بیا، به خدا نیست، به الله نیستن، برخورد غرب با ما تغییر نمیکنه. مشکل سر همینه. اینو کوتاه بیا تموم شد. مشکل سر همینه. اینا نظام استکبارن. سوره 9 آیه 7 واستکبروا استکبار. لیبرالیسم و ریلیتیویسم اثر بعدیه. همه حق دارن حرفشون بزنن. نسبی گرایی محض وجود رجوع دوباره بکنیم به پاسخ کفار به نوح. ببین چی میگه. ما نراک الا بشرا مثل ما هم نمی‌بینیم الا اینکه تو هم یه بشری مثل مایی. هیچ فضلی هم بر ما نداری. تو اصلا حق نداری بگی حق دست منه. حق دست منم هست. کی گفته همه حقیقت دست توئه؟ کی گفته همه حقیقت آنگاه با علی ابن ابی طالب و در عاشورا با حسین بود؟ اونها هم حق داشتن. منم راست میگم، تو هم راست میگی. بابا این داره میگه شب و این که میگه روز. نه، هر دو تاتون دارید راست میگید. از تو دل همین تفکر بیرون. قشنگ همه حرفو به نوح میزدن. الانم میشنه. ما منتظر اون طوفان 150 سال طولانی هم شده و بعد بشنه. هیچ کس حق نداره اعتقاد خودش بر اعتقاد دیگر برتر. تو این تفکر ادعای در دست داشتن حقیقت خروج از لیست روشنفکریه. تو دیگه لیبرال نیستی یا آزادی خواه نیستی. اصلا لیبرالیسم میدونی چی؟ یعنی اصالت اباحه، یعنی همه چی مباحه، هیچ چی خوب نیست. چی خوبه چی بده. فیلم‌های اصغر فرهادی بیسش همین بود. ریلیتیویسم. جدا اینا درستی میگه چی میگفت؟ میگفت راست و دروغو چی تعیین میکنه؟ منافع ما. غیر اینه؟ منفعتش ایجاد میکرد که بگه نه این آشغالو خودم بردم. بعد که ضررش شد گفت نه بچه برده بودا. نه، منفعت ایجاد میکنه. منفعتش اینه بگه من نزدم. منفعت ایجاد میکنه بگه تو زدی، پوله رو بگیره. اصالت سوده. لیبرالیسم زاده این نتیجه میشه. هر کس آزاده کارش انجام بده تا موقعی که مانع آزادی دیگران نشه و هیچ کس حق نداره این فرد رو جلوشو بگیره. هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، حتی پیغمبرش هم حق نداره جلو ما رو بگیره. حرف بزنه بی تمدن، عقب مانده، تمامیت خواه، خشونتگرا، عاری از تساهل، عاری از تسامح، ضد جامعه مدنی، تحمیل کننده اعتقاد خود به دیگران، همین برچسب تونتون بخوره. مسخرت میکنیم و میگیم عقب موندی به درک. اینا همه دعواش میره با چی بود؟ و اگه اینا خدا قبول داشتن، خدایان مختلف. اگه داریم اینا ودن، سواعا، یغوث و یعوق و نصر اسم خدایانشون. اینا خدایان هم قبولش، ما تو خداشون خودشون تعریف کردن. خیلی جالبه. الان دیدیم ما خودمون تعریف میکنیم. خدا یکیمون خیر ملتو میگیره، خدا یکیمون همه‌شو میبخشه، دلت پاک باشه. خب خدامون ما تعریف ما نسبی گرا شدیم نسبت به مسئله. ولو مسلمان باشیم. دوچار تساهل و تسامح شدیم. کجای کاریم؟ تو آخر الزمان چی زیاد میشه؟ بگید عرفان‌های نوزون، فرق ضاله، همشون هم یه حرف میزنن. میدونی چیه؟ این حرف نه. گرفتی چی شد؟ یه صراط مستقیم بیشتر نیست. همشون میگن این نه. همه ادیان حق دارن حرف بزنن. این دفاعی که بهائی‌ها میشه سر اینه. تو دنیا انگلیس اینجوری پشت سرشون نیست. قرآن چی میگه؟ میگه کان الناس امة واحده. همه مردم یک امت واحد بودن. ببین و ما اینجاش دقت کن و ما کان الناس الا امة واحده فاختلفوا. خودشون اختلاف کردن. اختلاف از کجا به وجود اومد؟ از همین نفس حاکم شدن. به جای اینکه خدا حاکم بشه نفس حاکم بشه. یه دونه خدا داریم چند تا نفس. تو این تفکر چه چیزی به وجود میاد؟ پیامبر که کنار زده بشه چی به جاش میاد میشینه؟ کارشناس. همه طرح‌ها باید قبلش چی بشه؟ بگید کارشناس تو حوزه خودش کارشناسی میکنه ایرادی نداره. میاد کارشناسی چی میکنه؟ بگید در مورد هدف میکنه. یعنی پیغمبر نمیفهمد، کارشناس میفهمد. کارشناسا شدن همه‌شون شدن پیغمبر. الان امیر مومنان مگه میگه کارشناسی نکنید؟ اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم.
تقوی الله خداش نظم امر کنم کارشناسی بکنید. من نمیگم پولتون رو بریزید دور. قرآن جز اولین کتاب‌های ما میگفت بین خودتون چی بنویسید؟ هر کاری میخواد بکنید قرارداد بنویسید، ولو پدر پسرید. کارشناس جمهوری اسلامی تو تلویزیون عین عبارتش. از اول انقلاب تا کنون بارها سعی کردیم ربا رو از مناسبات اقتصادی حذف کنیم. اما تجربه نشون داده که بدون ربا رشد و شکوفایی اقتصادی ممکن نیست. اقتصاد ما هم به همین دلیل از رونق کافی برخوردار نشده. این عبارت یک کارشناس تو تلویزیون خدا میگه چی؟ من کارشناس میگم برای رشد اقتصادی باید ربا. خدا میگه جنگ با خود منه. هیچ گناهی رو اینجوری خدا نگفته.